افرا کنم. اونم شبیه این قاضیای آمریکایی که بانگ بانگ بانگ. چکشت کوپ هست. چکشم رو یکی برد. بریم شروع کنیم. برای بافت آفرو اول باید کل موها رو بافت کف سری بزنیم، بافت کرنگا بزنیم که معمولا فرق وسط باز میکنیم میزنیم. میتونیم فرق کجم رو بزنید ولی خب فرق وسط بهتره. اولی فرق وسط باز میکنم، بعد از هر طرف یه لایه جدا میکنم و بافت کف سری میزنم و لایه‌هاتون هم نباید خیلی پهن باشه که وقتی موها رو بهش وصل میکنید خیلی مشخص نشه. تقریبا برای جلوی سر اینقدر تقسیم بندی میکنم، اندازه یه بندر باشه. دو تا بافت اول که وسط سر قرار میگیره رو تا نصف سر میبافیم، چون که باید یه پیچ بخوره که فرق وسطمون رو بتونیم کاور کنیم، ولی بعدش رو بقیه‌اش رو کامل تا پایین میبافیم. من الان تقسیم بندی رو جدا کردم، شروع میکنم به بافت کف سری زدن. آموزش کامل این بافتم قبلا توی ویدیو براتون کامل آموزش دادم، لینکش رو براتون توی توضیحات میذارم، میتونید ببینید. بریم که شروع کنیم. خب الان دوتا بافت پایه اولش رو زدم. بعد از اینکه این دوتا بافت رو زدیم هم میتونیم اینجا این دوتا بافت رو بچسبونیم اینطوری به هم و با یه دونه کش چرگیس ببندیمش، هم میتونیم این بافت رو یه پیچ بزنیم بیاریم ادامهش رو از اینجا ببافیم، این یکی بافتم یه پیچ بزنیم ادامهش رو بیاریم از اینجا ببافیم. هر دو روش میشه که خب این که با کش ببندیم به نظر من خیلی ساده تر و منطقی تره، پس ما با کش میبندیم. یه دونه کش بده لطفا سوگن جان. بهتره که چند تا کش ببندیم که خیالمون راحت باشه که بعد چند روز پاره نشه. اگر مثلا یه دونه از کشام پاره شد چند تا کش دیگه محکم نگه داره بافتمون. بعد ببینید اینو قشنگ میکشم سفتش میکنم دیگه، اینجا فرق وسط اصلا مشخص نیستش. بعد دیگه پایین این دوتا بافتم باز میکنم که با بافتای پایین یکی بکنمشون. دوتا بافت اولیه‌مو زدم، الان تقسیم بندیمو از وسط این بافت جدا میکنم، یعنی ادامه این خط تقسیم رو نمیام تا پایین، از وسطش یه خط تقسیم جدا میکنم که این موها رو پایه بافتم کنم و تا پایین ببافم. بعد از اینکه این دوتا بافت رو یکی کردم و تا پایین بافتم، تقسیم بندی های بعدیمون رو لازم نیستش که دیگه 3 قسمت بکنیم. از همین ابتدای ریشه سر، فرق سر که جدا میکنیم تا پایین یه دونه تقسیم بندی جدا میکنیم و همون رو میبافیم تا پایین. کل سر رو
بافت کف سری زدم. الان این 3 شاخه‌ای که مونده رو میخوام مثل نصف دیگه سر داخل بافت مخفی کنم. از یه دونه قلاب کمک میگیرم برای اینکه این کار انجام بدم. این شاخه رو دونه دونه از بین این بافتا رد میکنم. قلابم از توی این بافت رد میکنم. و میکشم بیرون. خب الان همه شاخه‌های بافت رو از داخل بافت‌های دیگه رد کردم و کاملا مخفی شده. می‌بینید که هیچ کدوم از شاخه‌ها بیرون نیستن. حالا خیلی راحت میتونیم موهای 2 سربازمون رو روی این بافتا نصب کنیم. الان می‌خوایم موهای آفروی 2 سربازمون رو وصل کنیم. یه نکته خیلی مهمی که داره برای جدا کردن این موهای 2 سربازه که باید شاخه‌های کوچیک اولش جدا کنید و باید دقت کنید اینا خودشون جدا از همه. شما باید اون خط تقسیمی که اینا رو از هم جدا کرده خیلی با دقت و با حوصله پیدا کنید. الان مثلا ببینید این 3 شاخه است. این 3 شاخه رو خیلی آروم جدا کنید که گره نخوره از هم. الان اونجا چند تاشو جدا کردم. دونه دونه الان میخوایم که نصب کنیم. خب برای نصبش یه دونه شاخه رو برمیداریم. نیاز داریم به یه دونه قلاب آفرو. قلابمون رو باز میکنیم. از داخل بافت رد میکنیم. موی 2 سرباز رو اینجوری توی دستمون نگه میداریم به این صورت. بعد این مو رو داخل قلاب میذاریم، در قلاب رو میبندیم و مو رو میکشیم بیرون. کامل نباید مو رو بیارید بیرون. ببینید یه مقداری از مو رو کشیدید بیرون، دوباره این 2 انگشتمون از داخلش رد میکنیم، کل مو رو میگیریم داخل انگشتمون و از داخل این حلقه میکشیم بیرون. یک بار که این کار انجام دادیم باید شروع کنیم به گره زدن. موی 2 سرباز رو صفر میکنیم روی سر. بعد یه لایه خیلی نازک از موی 2 سرباز رو جدا میکنیم برای اینکه گره بزنیم. این موی نازکی که جدا کردیم و اینطوری دستمون از داخلش میاریم بیرون و موی نازک رو از زیر این موی که حجم بیشتری داره رد میکنیم و از داخل این حلقه میکشیم بیرون. سه بار این گره رو میزنیم. بعد از اینکه 3 بار این گره رو زدیم، یه حجم نازک دیگه به همین اندازه‌ای که برای گره زدن جدا کردیم دوباره از این مو جدا میکنیم و 3 تا گره دیگه هم
این دوتا رو با هم گره میزنیم. اینطوری دیگه به هیچ عنوان بافتتون شل نمیشه. کل سر رو همینطوری کاور میکنیم. موها رو بچه‌ها نصب کردم، فقط مونده این دوتا شاخه که این دوتا شاخه رو باید تراکمش نسبت به بقیه شاخه ها بیشتر بشه، چون قراره این شاخه ها کاور کننده کل موهامون باشه. پس این دوتا شاخه رو خیلی نزدیک به هم نصب میکنیم. میخوام بهتون یه روش دیگه هم یاد بدم برای نصب آفرو که خیلی سرعتتون رو میبره بالاتر. نصب این روش قلابمون رو رد میکنیم از داخل بافت، مو رو میذاریم داخل قلاب، میکشیم بیرون. مو رو که از داخل قلاب در بردیم، اینجا بهش یه دونه پیچ میدیم، بعد مو رو میکشیم بیرون، دوباره یه پیچ دیگه بهش میدیم، مو رو میکشیم بیرون، یه بار دیگه پیچ میدیم و مو رو میکشیم بیرون، بعد سفتش میکنیم، فیکسش میکنیم. حالا یه لایه نازک جدا میکنیم، این لایه رو 3 بار گره میزنیم. به هیچ عنوان این بافتتون باز نمیشه و سرعت کارتون رو خیلی بالاتر میبره. حالا من این دوتا شاخه رو میخوام با این روش انجام بدم. من یه دور موها رو از زیر بافت اضافه کردم، یعنی قلابم از زیر بافت رد کردم، مو رو کشیدم بیرون. الان برای اینکه این قسمت ها رو کامل کاور کنم، این دفعه قلابم رو از اینجا رد میکنم، یعنی از خط تقسیم بندی که قبل از بافتم داشتم. من به این دوتا بافت پایه وسط سر 2 بار مو اضافه میکنم، یه بار به خود بافت، یه بار به خط بافت تقسیم بندی.